تیم‌ها آماده ورود به ورزشگاه. اینجا خبری از ماشین‌های آنچنانی نیست. فصل شالیزار دیگه بنز و بی ام و پورشه نمیتونن بیان اینجا دیگه مال ترر و تراکتور اینجور چیزا عددات کشاورزی فقط. اینجا فصل شالیکاری یه جوری دیگه آغاز میشه. اینجا روستای دامی تهوع شهرستان ساری. اینجا قرار فوتسال برگزار بشه. فوتسال مسابقه که ما همه سال اول فصل شالیزاری برای بالا بردن روحیه‌مون انجام میدیم. پاها در گل برای رسیدن به گل. یک بازی جذاب که قدرت بدنی حرف اول میزنه. قدرت بدنی حرف اول میزنه. دومش باید بچه روستا باشی. فوتسال سخت‌تره کشاورزی. چون کشاورزی خیلی سخت‌تره تا فوتسال. فوتسال داخل نیم ساعت بازی تموم شه، ولی کشاورزی داخل 3 ماه یا پرتقالدار اینا داره داخل 1 سال. خودمون اومدیم تو گل تازه فهمیدیم وای پدرامون چی میکشن. این بازی همه چی داشت. گزارشگر، پزشک، مسئول تمیز کردن چشم بچه‌ها، دستورات بچه‌ها و گل‌های زیبا. در روستای مازندران زن و مرد چه در میدان مسابقه و چه در زمین کشاورزی دوش هم می‌ایستند. می‌زمین کار که درشیه فرداش این آقا رو کمک کردیم. زنان غذا درست میکنن، همکاری میکنن دیگه. دفتر هستینی؟ تراکتور دیگه. تراکتور سوارو. این 11مین دوره برگزاری مسابقات فوتساله. بازیکنان از 40 روستا در این تورنمنت بازی دارن میکنن. این مسابقات یه بهانه‌ایه برای اینکه این نشاط رو برای کشاورزان به وجود بیاریم. در قالب جشنواره داره برگزار میشه. 6 جشنواره داریم. اعلام آمادگی هم میکنیم برای کمک به اینکه این کار بسیار فاخر و ارزشمند در سطح ملی ثبت بشه. بازی با برتری تیم تراکتور به پایان رسید، اما پایان این روز خوب در چند جمله خلاصه شد. هدف همدلی و دور هم بودن و شاد بودنه. بعد از مسئولین هم خواهش میکنیم یه خود هوای کشاورزی اگه میشه داشته باشن. توقع دارم از این که کود و سم ما رو هادن به قیمت مناسب. این همت و همدلی باقی میمونه از فردای امروز که فصل شالیکاری آغاز میشه تا روز برداشت محصولات، روزی که خروار نعمت و برکت به سر سفره ها میاد. بنیامین مرشدی، خبرگزاری صدا و سیما، روستای دامیر، ساری.